خودرضایی را گفتند دقیقاً. در گام نخست قرآن کریم می فرماید و من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. قرآن در یکی از آیاتش فرموده که آنانی که نگهبان جای خاصشان هستند مؤمنان کامل کسانی اند که شرمگاه را نگهداری میکنند، مگر استثناء میکند جز از خانم نیکایی و برده که در زمانی بود. حالا که برده نیست معنایش این است جز از زنی که به نکاح گرفته باشند هیچ کسی دیگر نمیتواند که مشکل غریزی خود را حل کند. لذا آنانی که با مواشی انجام میدهند، آنانی که نکاح دروزه میکنند، آنانی که با دستشان خودرضایی میکنند، آنانی که با آلات تصنعی و مصنوعی بازار میکنند، یکسره به نص قرآن کریم متجاوز معرفی میشوند. و از دید فقهای امت اسلامی گفته‌اند ناکح الید ملعون، این الفاظ خو حدیث شدن به من دشوار است مگر تحقیق ابن عابدین این است، بله این کار نادرست و حرام است. رسول گرامی میگوید که یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا. گفت آنانی که نیرومندی نکاره، توانمندی نکاره مالن و جانن دارن ازدواج کنن، و آنانی که توانمندی ازدواج ندارن لازم است که روزه بگیرن. روزه های هفته 2 روز و غیره باعث شکستن غریزه های نفس انسانی می شود. از مسیر مشروع عفت را حراست کردن به مراحل بهتر است از آن مسیر که نامشروع بوده باشد. مسیر نامشروع تنها حالت ضرورت مثل مخمسه از گرسنگی مردن دارد، دیگه خود مشروعیت ندارد. عزیزان دل،